بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باز در سفره قرآن. دوستان عزیز، بیایید در این ماه قرآن باز سر سفره قرآن بنشینیم. بیایید از این کتاب الهی برای خود غذا برداریم. آیه های قرآن کریم دوستان عزیز چون ملهمی است که همه دردها را دوا می‌بخشد. برای روح ما، برای قلب ما، برای جسد ما، برای باطن و ظاهر ما قرآن عظیم شان شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خداوند عزوجل این کتاب را شفا گفته، ذکر کرده، ثنا خوانده، بر این کتاب شفای مؤمنانش نامیده. بنابراین هر درد را، هر مشکلاتی را قرآن دواست. بیایید امروز از سر سفره قرآن یک غذای دیگری، یک قاعده دیگری آموزیم. دوستان عزیز، یک واقعیتی هست که آن را می باید پذیرفت و با آن باید باوری قطعی داشت که انسان وقتا به جای می رسد، دستاورد به دست می آورد و به جامعه خدمت می کند، نیکی می کند، خواهد نخواهد نسبت او کسانی یافت می شوند که بدگویی می کنند. عجیبش این که از این قاعده هیچ کس استثنا نیست. بهترین کسان در جامعه های بشری آمده روبروی این حالت شدند. کسانی یافت شد که آنها را تحقیر کردند، دشنام کردند، تهمت زدند. مثلا به حال پیامبران و مرسلان خداوند بنگریم. آنها بهترین کسانی بودند که روی خاک این زمین قدم نهادند. روی زمین بهتر از آن کسان، شریفتر از آن کسی را ندیده. با وجود این آنها را گفتند دروغگو هستند، ساحرند، دیوانند. به این کلماتی قبیح، به این دشنام ها آنها را دشنام دادند. مثلا یوسف علیه السلام با این همه جمال در صورت، در سیرت تهمت شد، تهمت به دزدی و تهمت به زنا و به تهمت زندانی شد. مریم پاک دامن را که کارش عبادت خدا بود به فحشا نسبت دادند. موسی علیه السلام این پیامبری گرامی قدری کلیم الله را گفتند ساحر است، گفتند فسادکار است. پس قاعده همین است که هر قدر شخص صالح هم باشد، نکوکار هم باشد، هر قدر به اهل جامعه خدمت هم کند، از نیش زبان عده سالم نمیماند. بنابراین خداوند عزوجل پیامبر عزیزش را محمد صلی الله علیه و سلم را تسلیت داده در قرآن عظیم شان فرموده فلا يحزنك قولهم. ای پیامبر عزیزی ما، ای فرستاده گرامی ما، ای پیامبری که نسبتت اهل جامعه سخنان بد میگویند، تو را آزرده خاطر کرده اند، فلا يحزنك قولهم، از سخن آنان محزون مباش، ضیق نشو. امام ابن مفلح در اداب الشرعیه و اینچنین امام ابو طالب مکی در قوت القلوب آورده که موسی علیه السلام پیش خداوند گیله و درخواست کرد و گفت پروردگارا، مردم نسبت من گپ‌های میگویند که در من نیست، یعنی تهمت های میزنند که بی اساس است. پروردگارا، میخواهم مردم مرا به جز به نیکی نام نگیرند. و تعالی به موسی به کلیمش گفت یا موسی ذلك شیء لم اجعله لنفسی فکیف اجعله لك. یعنی خداوند عزوجل به موسی علیه السلام گفت ای موسی، این چیزی است که آن را من به خود نکردم، چگونه به تو کنم؟ من خالق مردم هستم، آفریدگار آنها هستم، آنها را هست کردم، روزی میدهم. نسبت من گپ‌های قبیح میگویند، دشنام میکنند، میگویند خداوند فرزند دارد، همسر دارد. زشترین دشنام نسبت من میکنند که من خالق آنها هستم. پس چگونه تو تمنا داری که از زبان مردم، از طعنه مردم سلامت مانی؟ امام بخاری و امام مسلم اصل این حدیث را روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم یعافیهم و یرزقهم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هیچ کسی از خداوند عزوجل دیده به شنیدن سخن بد صبورتر و حلیمتر نیست. به او تعالی فرزند نسبت میدهند، مثل یهود و نصارا میگن خدا فرزند دارد. این سخن قبیح و زشت را نسبت او تعالی میگویند. ثم یعافیهم و یرزقهم، باز خدا آنها را تندرستی میدهد، رزق میدهد، روزی میدهد. بنابراین از سفره قرآن میباید این قاعده را آموزیم و پیش نظر گذاریم. فلا يحزنك قولهم، سخن آنها، سخن مردم تو را محزون نسازد.